گاهی با خودم فکر میکنم گناه پادشاه فقید ایران چی بود که اینطور مورد بیمهری مردم کم سواد واقع شد. گفته میشه که قاضی از قاتل عنبر سادات سوال میکنه چرا رئیس جمهور رو کشتی؟ قاتل میگه سکولار بود. قاضی میگه سکولار یعنی چی؟ میگه نمیدونم. از قاتل فرج فودا متفکر مصری سوال میکنند چرا فودا رو کشتی؟ میگه کافر بود. میگن از کجا فهمیدی کافر بود؟ میگه از کتاباش. میگن کتاباشو خونده بودی؟ که نه من اصلا سواد ندارم. و همین ها 95% انقلابیون هستند در سراسر جهان. امان از وقتی که اعتقادات مردم قویتر و بیشتر از شعور و سوادشون. گناه پادشاه ما این بود که از مردم زمانه خودش 200 سال جلوتر بود. مردم ما بر نمیتابند کسانی رو که مترقی هستند و از زمان خودشون جلوترند. هرگز بر نتابیدند. در تمام جهان همینطور بوده. در کشور ما، در تاریخ کشور ما، در تاریخ معاصر کشور ما بیشتر از هر کشور دیگری به چشم می‌خوریم. پادشاهی که در سال 1962 10 سال قبل از اینکه من به دنیا بیام به زنان ایران حق رأی داد. زنان سوئیس، خانوم‌ها در سوئیس در سال 1971 یعنی 9 سال بعد حق رأی پیدا کردند. در مصر در سال 2011، در عربستان سعودی 2015 ثروت واقعی ما نفت نبود، شاه بود. وگرنه نفت که همین الان هم داریم، 45 ساله که داریم، بیشتر هم داریم. پادشاهی که بدون بادیگارد در خیابان‌های تهران به همراه همسرش رانندگی می‌کرد. پادشاه به کسی گلوله‌ای شلیک نکرده بود که از گلوله‌ای بترسه. ملکه کسی رو نکشته بود که از کشته شدن بترسه. پادشاه پدر مردم بود. ملکه مادر ایران بود، ولی نسل 57 فرزندان خوبی از آب در نیامد.